چرا هر از گاهی یک احساسی سراغمون میاد که ناخوشاینده، مثل احساس کسل بودن، احساس گریه، احساس بغض، احساس دلتنگی، احساس بیقراری و هر چقدر ورزش میکنیم، غذای سالم میخوریم، مدیتیشن میکنیم، ورزش میکنیم و خیلی کارهای دیگه، هنوز هر از گاهی، شاید ماهی چند بار این احساس سراغمون میاد. ما هر چقدر که تمرینای ذهن آگاهی انجام بدیم، هر چقدر که روی خودمون تمرکز کنیم ولی پا نشیم یه سری کارای شخصیمون رو یا یک سری از اهدافمون رو که دوست داریم بهشون برسیم رو انجام ندیم، یه حس بدی سراغمون میاد. مثلا همون اهدافی که در نظر داریم که میدونیم اگر انجام بدیم خیلی زندگیمون تغییر میکنه، چون ما زمانی که مسیر آگاهی رو میریم متوجه هستیم چه چیزایی به ما احساس خوبی میدن، چه چیزایی برای ما مفید هستن و چون این آگاهی رو دریافت کردیم ولی ذهن و بدنمون مقاومت میکنه که پاشیم اون کارا رو انجام بدیم تا به اون هدف برسیم، یک احساس خیلی بدی سراغمون میاد. احساس این که چرا هنوز من همون آدمم، با اینکه دارم کلی رو خودم کار میکنم، چرا نمیتونم یه سری از کارامو انجام بدم؟ یعنی توقع خودمون از این که آدم با برنامه‌ای باشیم، همون چیزی که توی ذهنم هست باید بهش تبدیل بشم. اینو بگم که دوتا موضوع هست. موضوع اول اینه که سعی کنید یه مقدار اینجا با خودتون مهربون باشید، چون ما 20 خورده ای سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، فرقی نداره سنتون چقدره، با این عادت بزرگ شدیم که پا نشیم یه سری کارا رو انجام بدیم و این عادت یک عادت شخصیتی نیست که ما از خودمون ناراحت میشیم. این خاصیت ذهن دوست نداره تغییر کنه. ذهن واسه سخت پاشه یه سری از کارا رو انجام بده، همیشه دوست داره توی اون فضای امنی که خودش داره اونجا باشه و هیچ تغییر رو دوست نداره. به خاطر همین ما بعضی وقتا فکر میکنیم خب همه چیز دست منه، من اراده است، در صورتی که این اراده وصل به ذهن ما. پس باید صبور باشیم تو این مرحله. و اینکه به خاطر اینکه حالا اون کمالگرایی بالا میاد که ما پاشیم تا فلان تاریخ یک کاری رو انجام بدیم، ولی یک مانعی هست، یک ترمزگیری هست این وسط که اجازه نمیده ما جلو بریم، که همون عادتها و کارکرد ذهنمونه. به خاطر همین سعی کنید قدم‌های کوچیک بردارین در طول روز که احساستون نسبت به خودتون بهتر باشه. پاشین یه قدم کوچیک و بابت همین کار کوچیکی هم که انجام میدین از خودتون قدردانی کنید. این قدردانی خیلی تأثیر میذاره، باعث میشه این انرژی که واسه خودتون میذارید همین جوری نادیده گرفته نشه، دیده بشه. و تحسین یکی از اون کارهایی که هر انسانی بابتش انرژی میگیره، پس خودتون رو تحسین کنید حتی اگه یه قدم کوچیک برداشتین. و اینو بدونید که ما قرار نیست با کسی مسابقه بدیم به هدفها و اهدافمون برسیم. سعی کنید این عجله هم توی ذهنتون مرور کنید از چیه. شاید از شرایط مثلا کم بودن پولتونه، دوست دارین سریعتر به اون هدف برسین چون دیگه خسته شدیم. میبینین که مردم روز به روز شاید دارن ماشین عوض میکنن، خونه عوض میکنن، مدل مو جدید، مدل لباس جدید، سر و صورت جدیدتر. به خاطر همین یه مقدار ما به خاطر این شرایطی که الان توش هستیم خیلی عجله میکنیم که پاشیم یه کاری رو سریعتر انجام بدیم. حواستون باشه اون عجله ها رو بیارین تو ذهنتون، مرورش کنید، ببینید از کجا میاد این فکری که من باید تا فلان روز به هدفی برسم. حالا کاری که خودم میکنم، من معمولاً یه سری هدف‌ها دارم، بهشون فکر میکنم واقعا، ولی اونقدر براشون تقلا نمیکنم، ولی در طول روز حداقل یه قدم خیلی کوچیک بر میدارم، چون میدونم که اگه من نیلوفر این کار رو انجام ندم امکانش هست که ذهن سراغم بیاد و کمی اذیتم کنه، بگی که خب تو امروز آدم موفقی نبودی چون فلان کار رو انجام ندادی. حالا که این بحث پیش اومد، یه موضوع جالب اومده تو ذهنم، این که یه مسئله‌ای که هست، ما آدم‌ها، کسایی که حالا خیلی تلاشگر هستن،
اگه روزایی که کار نکنن ذهن خیلی بهشون این احساس رو میده که تو آدم کافی نیستی، چون امروز تلاش نکردی، چون شناختی که از تو داره به عنوان فردی که هر روز تلاش میکرد. پس چرا الان داری استراحت میکنی؟ مخصوصا کسایی که توی بیزینسشون موفق میشن و دیگه معمولا یه مقدار کاروبارشون رو میذارن کنار، از اون پولی که در میارن دارن زندگی میکنن. وقتی تو خونه هستن واقعا احساس بدی سراغشون میاد که من آدم کافی نیستم، با اینکه بهش یادآوری میکنیم تو فلان کار کردی، تو این کار کردی، اون کار کردی، بعد تازه کم کم میگه اوکی آره انجام دادم، ولی شاید دوباره 1 ساعت بعد حس و حالش همون جور باشه. میخوام اینو بهتون بگم که این احساس هست چون شناختی که ذهن از شما داره یه آدم تلاشگر بوده. پس ذهنم از هر ترفند چه مثبت چه منفیش استفاده میکنه تا حال شما رو بگیره. شاید با نقاط مثبتتون وارد این موضوع میشه، به شما تلنگر میزنه که حواست باشه تو یه آدم تلاشگر بودی ولی الان ببین فقط بخور و بخواب میکنی. یا افرادی که بعد از یک تایمی تصمیم میگیرن یک سری آدم‌ها رو تو زندگیشون حذف کنن، مثل افراد سمی به اصطلاح. ذهن میاد بهش چی میگه؟ تو که آدم خوبی بودی، تو که مثلا داری کار انسان دوستانه انجام میدی، خوب نیست این کار رو انجام بدی. یعنی از اون تصمیم مثبتی هم که گرفتی میاد تو رو چیکار میکنه؟ تو رو منعت میکنه از اون کار و اون تصمیم مثبتی که میخوای انجام بدی. پس حواستون به این موضوع باشه خواهشاً. تقلا نکنید برای کاری و قدم‌های کوچیک بردارید. من نمیگم از هدفتون کامل بیاین بیرون، اتفاقا توی اون هدف باشید ولی با احساس خوب. خودتون رو هر روز تحسین کنید. هر روز به خودت یادآوری کن که حتی اگر تا الان کاری انجام ندادم ولی من نیلوفر کلی تجربه داشتم. من نیلوفر اگر تا دیروز فلان آدم بودم الان میخوام از این استفاده کنم. به هر روش و هر طریقی که شده خوبیا رو توی ذهنت بیار، کارهای مثبت کوچیک که انجام دادی توی ذهنت بیار، چون اینا همش میشن انرژی که تو از کمالگرایی بیرون بیای و اون اهمال کاری رو هم انجام ندی. پس یه تعادلی باشه این وسط روزانه. حتی اگر روزایی هم که نتونستین کاری انجام بدین، احساس کردین بدن و ذهنتون نیاز به استراحت داره، این کار رو انجام بدین، استراحت کنید، با خودتون صبور و مهربون باشین. خوشحالم که این چند دقیقه به صحبت‌های من گوش دادین و از تجربیاتم براتون گفتم. امیدوارم هر جا که هستین سالم و شاد و سلامت باشید.